با درود از دفتر مرکزی رادیو آزادی در پراگ شعله گلخوجه هستم. چون همیشه در همین وقت در روبروی شما، حالا با وقتی پراگ ساعت 26 دقیقه است و من آماده هستم که برای شما سرخط خبرهای تاجیکستان و جهان رو برسونم. شروع میکنم از اون که همین لحظه ها در ورشوا جلسه سالانه ارزیابی حقوق بشری سازمان امنیت و همکاری اروپا به کار خود ادامه میدهد. انتظار می رود که امروز شرکت کنندگان در مسائل وضع آزادی مطبوعات سخنرانی کنند. در جلسه امساله هم نمایندگان حکومت تاجیکستان و نیز مخالفین کشور که در خارج به سر میبرند حضور دارند. همکاران ما نیز که حالا در ورشوا هستند به واسطه جریان بحث را پیگیری دارند و در برنامه خبری برایتان از آن چیزی که در رفت جلسه گفته می شود تفصیلات خواهیم داد. ترکمنستان بالاخره به نامه وزارت نقلیات تاجیکستان پاسخ داده است. بعد تخمینا نیم ماه ارسال مکتوب در مورد سبب‌های بند ماندن ماشین‌های باربر تاجیکستان در گذرگاه لطف‌آباد، ترکمنستان سببش را شرح داد. مقامات این کشور گفته است بنابر سبب‌های امنیتی به ماشین‌های تاجیکستان، ترکیه و قسماً ازبکستان اجازه عبور را از قلمرو کشورش نمی‌دهد. ترکمنستان زیر این عبارت چی را در نظر دارد در برنامه خبری مفصل صحبت می‌کنیم و من تنها همین را میگویم که 2 هفته می شود راننده‌های ماشین‌های باربر تاجیکستان در منطقه مرزی ترکمنستان و ایران بند ماندند. برخی از آنها با رادیو آزادی تماس گرفتند و گفتند که در یک شرایط خیلی بد و حالت ناگوار قرار دارند. امام علی رحمان به بدخشان رفت. هدف این سفر شناسایی با وضع اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی مردم و افتتاح یک زمره انشاءات نو و ملاقات با ساکنان ارزیابی می شود. سفر پرزیدنت تاجیکستان از نویه ونج آغاز گردید. رئیس جمهور در ملاقات با ساکنان این منطقه از جنگ‌های مذهبی و فعال شدن گروه‌های افراطی در گوشه‌های گوناگون دنیا گفت و پیوستن جوانان این ولایت به صف گروه‌های تندرو و تروریستی را اظهار تأسف نمود. خب همراه با شما خواهیم دید که امروز چه تعدادی جوانان این ولایت به گروه‌های تندرو شامل شدند. نگفته نماند که انتظار می رود امام علی رحمان ضمن سفرش به بدخشان در مراسم افتتاح دانشگاه آسیای مرکزی در شهر خاروغ نیز اشتراک کنند. نظامیان تاجیک برای شرکت در مشق‌های ضد تروریستی به آمریکا رفتند. وزارت دفاع تاجیکستان میگوید مشق نظامی مشترک برای تقویت توانمندی نیروهای زودعمل کشور در راه مبارزه با تروریسم، تندگرایی و قاچاق مواد مخدر مساعدت خواهد کرد. در این مشق‌ها نظامیان از چندین کشور از جمله افغانستان، مغولستان و ازبکستان هم اشتراک میکنند. تمرین تا 21 سپتامبر دوام خواهد کرد و جریان مشق‌ها را ناظران از قزاقستان مشاهده مینمایند. و مسابقه ورزشی همچون دلیل آرامی در مرز تاجیکستان با افغانستان برای از بین بردن هر گونه آوازه و هنگامه در مورد ناآرامی ها در مرز سبقت والیبال را تشکیل کردند. تشبسکاران میگویند خواستند با این وسیله جوانان را از رفتارهای ناشایسته باز دارند و همین طور نشان بدهند که قلمروهای مرزی آسوده است. خب بیننده عزیز، ما باز چند خبری دیگر هم داریم که در جریان برنامه خبری بعد از 3 ساعت دیگر در پخش مستقیم پیشنهاد شما میکنیم. شما میدونید که ما را از کجا میتوانید ببینید؟ از آزادی ویدیو، کانال مخصوص ما در یوتیوب و همین گونه در www.azadi.org وبسایت رسمی رادیو آزادی و البته در شبکه‌های اجتماعی که ما اونجا صفحه داریم. و اگر شما هم میخواهید با ما تماس بگیرید فراموش نکنید که رقم های شبکه‌های اجتماعی رادیو آزادی بازم در وبسایت ما گذاشته شده است و طریق این رقم میتوانید با ما تماس بگیرید. و اگر شما شاهد یگان حادثه شدید و یا که نوار در دست دارید و یا عکسی دارید که میخواهید با دیگر بیننده رادیو آزادی در میان بگذارید، طریق بازم همین رقمی که ما در شبکه‌های اجتماعی داریم با ما بفرستید و ما حتما خبری که شما دارید پیگیری خواهیم کرد. با امید ملاقات بعد از 3 ساعت دیگر.